شما تو رابطه یا سینگلی؟ تو رابطه. خب چقدر به دوست دخترتون مطمئنید این که خیانت میکنه یا نه؟ مطمئنم. یعنی رابطتون خوبه، اوکیه. خب لطف کنید شماره دوست دخترتون رو بدید به من زنگ بزنم. اگه خیانت نکرد با این آیفون 14 پرو مکس رو هدیه میدیم بهشون. بله. الو سلام. سلام بفرمایید. خوبی شما؟ مرسی. شما؟ من چند وقت پیش به شما شماره دادم سمت اندرزگو. آقا لطفا مزاحم نشه، من دوست پسر دارم. میدونم دروازه هم دروازه‌بان داره ولی خب گل نمیخوره و اینکه من وضعیت مالیم خیلی خوبه، از لحاظ مالی هم هیچ مشکلی ندارم. پس شما خوشم اومده، دوست دارم بیشتر با هم آشنا شیم. خب و اینکه حالا نظرتون چیه شما؟ بیشتر از خودتون بگید. من کارم طلا فروشم و اینکه خونم هم سمت منطقه 1 دیگه. همین دیگه، چیز بیوگرافی کوچیک بهتون دادم دیگه. من جایی هستم، حالا شب با هم دیگه صحبت می‌کنیم. شب صحبت می‌کنیم. خانم یه چیزی بگم خدمتتون. بفرمایید. جسارتاً این یه چالش بود، داشتیم شما رو امتحان می‌کردیم، دوست پسرتون هم اینجا هستن. خیلی لاشی. واقعا واسهتون متاسفم، تر می‌زنید تو زندگی آدم با این کاراتون. واقعا که مثلا که چی